یک دقیقه زندگی میشه از خاطر از یک دقیقه شما زندگیتون از دست بدین. میفهمین چرا؟ چون بی احتیاطی میکنه، چون در موتروانی، چون در خانه همراه گاز، همراه برق، همراه اسلحه، همراه دیگه بازی میکنه، همراه دوستتان به طرف دوستتان اسلحه را میگیری. رسول الله صلی الله علیه و آله از این منع کرده، ولی شما میگیرید. از خاطر یک دقیقه یک انسان از بین میبرین. بی احتیاطی میکنین یک مسلمان، یک انسان از بین میبرین. بی احتیاطی میکنین انسان خوبانین، یک حیوان از بین میبرین. در موتر بهتر یک دقیقه میتونه مکمل زندگیتان از بین ببره. جوانه هستن که از خاطر یک دقیقه مکمل فامیلشان از دست دادن، موتر در دریا انداختن، موتر زیر تیلر کردن. چرا؟ فکر کرده که من میتونم از تیلر پیشم. احساساتی شده فکر کرده که من میتونم همراه ازی پیشکان کنم. او چرا باید از من پیش شوم؟ ما باید از او پیش شوم. یک دقیقه است، یعنی یک دقیقه صبر میتونه که زندگی تو نجات بده، زندگی یک انسان مسلمان دیگر نجات بده. یک دقیقه صبر میشه زندگی یک حیوان نجات بده، ولی ما غافل از یک دقیقه هستیم. پس یک دقیقه تو ضایع نکنید.